بچه گل چه خبر؟ به کانال دراگون گیمر خوش اومدید. من احسان دراگون هستم. احسان دراگون گیمر هستم کاملش. امروز اومدیم یه بازی خیلی خفن و نوستالژیک بریم به اسم پلنتس ویز زامبی که اگه مال دهه حدودا 80 باشید میدونین چه بازی و این خاطر خیلی زیادی برای اونایی که توی دهه 80 بودن هست. Let's go. میریم سراغ بازی. تا این بخشش تموم میشه من یه ویدیو رو پاس کنم. خب میریم از این. اگه خواستید این بازی رو ادامه بدیم قطعا توی کامنت ها بنویسید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزنید. شرمندم بچه ها. اوکی لیتس گو. این به نظرم این به عنوان دومین گیم کانال خیلی بهتر بود. قراره یه پلیلیست بذاریم که برای شرمندم بچه ها، صدام یه لحظه قطع شد. قرار یه پلیلیست بذاریم که برای بازی پلنتس ویز زامبی و اگه خواستید برای ادامه بازی فرایدی نایت فانکینم یه پلیلیستم برای اونم گذاشتم که اگه ویو چه بدونم بازدید و کامنت های خوبی دنبالای خوبی چه بدونم لایک خوب بگیره من اونم ادامه میدم، یعنی تا جایی که میتونم براتون ویدیو میذارم. یا اینم از شانس ماست. نگاه کن زامبی. اوکی خب بزن بریم. بعد احساس میکنم صدا بازی یکم بالاست. این بهتر. چه جاییم سرش رو زد ها، چه جاییم. امیدوارم یه روزی برسه که من برم با گیمرهای حدوداً یکم معروف یا حالا هر چی برم با یک ویدیو بسازم، یعنی واقعا خوشحال میشم. یا مثلا کانالمون به 100 تایی هم برسه من خوشحال میشم. بار دیگه هر پارت حالا بازی رو تا روز لول سومش میریم یا روز سوم. بعد از اینکه این بازی حالا تموم شد میریم سراغ موداش اگه دوست داشته باشید، یعنی مثلا مود فیوژن و خیلی از مودهای دیگهش. و حتی اگه بتونم براتون بازی‌های مثل بازی‌های دونت استار و تراریا هم میذارم. اصلا شاید معلوم نیست، فردا شاید اصلا گذاشتم. اینم از این ایلاس نژادان.
بچه من یه زمانی به میگفتم گیلاس نژادم، یادش بخیر اون زمان. شیری بومبه گیلاس بوم. پشمام ریخته با این اسم، اصلا پشمام ریخته آجی با. اگه بچه خواستید تایم ویدیو هم حالا ببریم بالا، قطعا توی کامنت ها بنویسید. زبون اینو زبان در میاری دارم، زبان در میآوری زبان دراز. حاجی میگه آه خدایا. وقت مدرسه هم هست و دیگه الان هم دیگه این وقتا دیگه اگه میرین مدرسه فکر کنم الان خودم هم میرم مدرسه. الان مدرسه شما رو چه میدونم نمیدونم، ولی مدرسه ما حداقل هفته اول نه هفته دوم قطعا دیگه امتحانات. اینم از اینم بزنن و من دیگه ویدیو دیگه خاصی بزنم که با فاینال. بزن من ویدیو رو پاس میکنم. خب اینم از فاینال ویو آخر. سه دو یک گرفتیدم. چشم بل قلم بیده هم گرفتیم. به نمیگفتم چشم بل قلم بیده. نه بچه من نفهمیدم این بادوم زمینیه سیب زمینیه دقیقا چیه، ولی فکر کنم بادوم پسته یا بادومه، حالا من نمیدونم. خب بچه بازی تموم شد، تا اینجا دیگه بازی تمومه. اگه میخواید بازی رو ادامه بدیم و پارت دیگه هم ازش بذاریم حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشید. و تا یه ویدیو دیگه و یه ماجرای دیگه از بازی های مثلا پلنز ویز زامبی و فرایدی نایت فانکین، خدا نگهدار شما.